سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. بعد مدت ها، بعد یه هفته اومدیم دوباره ویدیو گرفتیم با موضوع یکم درگیر بودم، داشتم اکانت خریدم و کلا یکم مشغله بود، شرمنده. امروز اومدیم با اکانت جدید، یه اکانت جدید گرفتم، میخوایم بریم ببینیم که چیا داره و از این بعد قراره با همین گیم پلی بزنیم. یادتون نره به محض رسیدن به 100 سابسکرایب هر هفته کلی جوایز یوسی و قرعه کشی داریم، پس کانالو از دست نده. خب برعکس همین اول بریم سراغ اسکین ها. از اسکین ها این لباسه رو داره که خیلی گاده. حالا این کسی که دستش بوده اینو گرفته. من سوال بود برام چرا نرفتی از اینجا کجاست؟ رفته از اینجا رفته 10 تا از این جم میتیک فورج چیه اینو خریده و همینو میگرفتی جاش. خیلی خفن داره مثلا گاده یا یخی مثلا. خیلی بالا. حالا بگذاریم دیگه. اینم ستای زیاد مالی نیست. اینم خیلی اینو هستم. ماسکو بردارم. اینم خیلی اوکی. با نده پیام دیگه، نمیخوام، مسخره. بعد دیگه چیزای جذابشو من بهتون نشون میدم. اینم که ست چمنه، ست زندانی رو داره. اینو واقعا من عاشق این شدم وقتی اینو دیدم. خیلی اینو هستم، خیلی قشنگه ست، اصلا با این کلاهه. بعد دیگه چیو داره؟ این زندانی معمولی هم داره. بعد عرضم به خدمت شما اینم که با چی ست میشه، بیخیال نمیشه. بعد اینم خیلی هستم، این بدون کلاه خیلی چیز خفنی میشه. بعد دیگه از لباس هم چیزی نداره. بریم سراغ کلاه. کلاه هم که کلاه مالی نداره. از این کلاه سرم که این چیزو داره، مو قرمزو. اینم که کلاه چمنه، کلاه چیزو داره، یعنی پلیس کاپیتان چیه. این کلاه هم که با اون لباس سرده ست میشه. بریم سراغ عینک هم که عینک مالی نداره. ماسک هم که ماسک جوکر متاسفانه نداره. سراغ پیرنام مرتیک خر بیخیال نمیشه. اینو داره. بعد اینم داره. پیرن بروسلی هم داره. کوله هم این کولر داره، اینو خیلی دوست دارم. دیگه اینم که با اون چیز ست میشه. این با این ست قشنگ. بعد شلوارام که شلوار مالی نداره، اینم داره. بعد این شلوار چیزارم داره. کفشم که کفش این چیز سیزن 2 رو داره، دمپایی رو داره. میریم سراغ قسمت جذابش. سلاح AK M16 اسکارل M4 نداره. اینم که این جذابشه. کلا سلاح چیزی داره. اینو داره. بعد اینو من همون جذابا رو بهتون نشون میدم. اینم که مکسه. اینم داره دیوایزن. اینو داره. از شاتگان هم که اینو داره، اینو داره، اینا رو داره. از ساتیر چیزم که اینو داره. اینم که اینش خیلی خفنه. بعد پیستولم که همون چیزای معمولیه. قمه تبر و اون قمه آپگریدیر داره. پنم که این چیز پن آپگریدیر داره. میرسیم به ماشینا. ماشین اینو داره. از بخش موتورام این دوتا رو داره.
باگی هم که این دوتا رو داره، بازم که این چیزا رو داره، اینو داره با این تانکه. این بخش تمام میشه، میرسیم به دنس. خفنه اینم، اینا خیلی نمیشه استفاده کرد. من نمیدونم بچه اگه مثلا یه انیمی رو بزنی و اون بیفته، بری مثلا این کار رو کنی مثلا جلوش، یعنی مشت میزنی زمین مثلا بهش بخوریم کاری میشه. اینا داره دیگه. این گریه رو خیلی دوست دارم، طرف رو مسخره میکنه. چتر، این چتر جذاب و خوشگله داره. این چتر قشنگ دیگه هم داره، مثلا این چتر نمیدونم اسمش. از چیزام که اینا داره، اون دوتای دیگر هم من باز نکردم. سیدا اینا رو ولش کن. از هواپیما اینا داره، اینا داره، اینا داره و معمولا همین رو دوست دارم. چیزم که اینا داره، این هم آپگریدیه، این هم آپگریدی نمیدونم. بعد این هم چیز حالی نیست. بریم قسمت اصله. اینا لول 1 داره، اینم لول 1 داره، اینم لول 1 داره، اینم مکس داره، اینم همه، اینم لول 1 داره. تیپی هم لول 2 داره و سلاح مورد علاقه M700 کیل مسیج. از بخش تایتل هم اینا رو داره. من با این قرمز بیشتر حال میکنم. که از اینا هم زیاد مالی نیست. اینا رو من نمیدونم. حالا من از اینجا هم که اینا نمیدونم مهم نیست زیاد. از اینا اینش چند توش بازه، من نمیدونم نگه داشتم، نمیدونم چرا نمیادش. خب و این بخش هم خیلی چیز قشنگه، نگاه این ستاش بازه، این هم ست اسلحه اصلیه. این هم بچه ها آیدیمه، خواستین ببینین و خواستین درخواست بدین با هم گیم پلی بگیریم. و این بوده از این ویدیو. مرسی که تا اینجا همراهم بودین، دمتون گرم. از بعد قرار روی این اکانت گیم پلی بزنیم و به محض رسیدن به 300 سابسکرایب هر هفته کلی جواز یوسی و بادکشی داریم. تا ویدیو بعدی، گود بای.